بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلسله های مسلمان زن در رمضان، امروز از یک از سلسله ها این است که هنگامی که اذان خفتن را شنوی یا اینکه وقتی خفتن درآید نماز فرض خفتن را بخوان. نماز خفتن نیز یکی از نمازهای فریضه می باشد. خواهر عزیز، نماز خفتن و نماز بامداد برای منافقان وزنینترین نمازها به حساب می رود. در این نماز و نمازهای دیگر بے پروایی نکن. خواهر عزیز، الله می گوید فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساهون. پس وای بر نمازگزارانی که در نماز خود غافل و بے پروایند. سوره مومنون. شخصانی که به نماز بے پروایی و تنبلی میکنند این طور باشد، پس حال آن شخصانی که نماز را با پررگی ترک می‌نمایند چه گونه باشد؟ خواهر عزیز، به نمازهایت بے پروایی مکن، چون که بے پروایی کردن به نماز به سوی بینمازی میبرد و بینمازی به سوی کفر میبرد. زیرا پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتند بین مرد مسلمان و بین شرک کفر این ترک نماز است. آخرین وصیت پیامبر صلی الله علیه و سلم فراموش مکن که در آخر لحظه حیات خیش گفته بودند الصلاة الصلاة، نماز را یعنی استوار بدارید. روایت ابو داود. و دیگر برنامه این است که سپس 2 رکعت سنت خفتن را بخوان. سنت نماز خفتن اجر و ثواب بزرگ دارد. و بعد آن خواهر عزیز نماز تراویح بخوان. این 31مین برنامه است که نماز تراویح ثواب بزرگ دارد. پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتند من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. یعنی کسی که در رمضان از روی ایمان و طلب ثواب شب زنده داری میکند، یعنی در این شب ها نماز تراویح میخواند، گناهان پیشینه او بخشیده میشوند. با روایت بخاری مسلم. یکی از صحابه ها صائب بن یزید میفرماید قاری در نماز صدها آیت میخواند تا حتی ما از درازی قیام بر عصاهایمان تکه میزدیم، ولی کسی از نماز تا وقت صبح بیرون نمیشد. خواهر عزیز، شب‌های رمضان را غنیمت گرفته آن را به خواندن نماز تراویح گذران و این فرصت بزرگ را از دست مده. در این ماه خود را به نماز شب، نماز تراویح عادت ساز و پس از ماه رمضان نیز شب‌ها را به نماز گذران. زیرا پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتند افضل الصلاة بعد الفریضه صلاة اللیل. بهترین نماز بعد از فریضه این نماز شب است. با روایت مسلم. شب زنده داری عادت دائمی پیامبر صلی الله علیه و سلم بود. عایشه رضی الله عنها میگویند قیام اللیل را ترک نمی‌کردند رسول الله صلی الله علیه و سلم. آن را هیچ وقت ترک نمی‌کردند. اگر بیمار شوند یا یگان کارشان پیدا شود این نماز را در حال نشسته به جا می‌آوردند. با روایت ابو داود. بعد نماز تراویح نماز ویتر بخوان. نماز ویتر فضل بزرگ دارد. پیامبر صلی الله علیه و سلم هیچ گاه ترک نمی‌کردند. در فضل این نماز حدیث های زیادی آمده است. زیرا پیامبر صلی الله علیه و سلم میگویند ای اهل قرآن ویتر خوانید، چون که الله تعالی ویتر یعنی طاق است.
و ویتر را دوست می‌دارد. خواهر گرامی، بعد نماز تراویح نماز ویتر را بخوان. باید نماز ویتر از همه آخرین نماز شب باشد، چون که پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودند اجعلوا آخر صلاتکم باللیل ویترا، در شب ویتر را آخرین نماز خود قرار دهید. مستحب است در رکعت اول نماز ویتر سوره سبح اسم ربک الاعلی و در دویمش قل یا ایها الکافرون بخوانید. این بود از سلسله های درس امروزه. از الله سبحانه و تعالی طلب دارم که هر یک عبادت ما را قبول کرده باشد. و صلی الله علی نبینا محمد و علی آله و اصحابه اجمعین.